افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم، گفت دختر و خیرگاه در آمده. ای لقمه حلال، ای نصیبه امروزه من. گفت دیو. سلامت نمی بود، حاضر یک لقمه خامت میکردم. دختر شمشیر را نشان داد. بلایش را گیرم، آخرین این شمشیر پیرانی مددگار است. از گناهی منی پیرگذر. التجا کرد دیو. تو با من جای نگین پدری ملکه پادشاه را گوی. اگر نگویی از پشتت با همین شمشیر یک تسمه پوست جدا کرده میگیرم. جای نگین را اپا امان میداند، گفت دیو. خیرگاهی وی از اینجا بالاتر است. دختر بالاتر رفته یک خیرگاه سیاه را دید. در خیرگاه دیو کمپیر سیاه گرد و اطراف را دود زیر کنانیده خوراک میپخت. السلام علیکم گفته نزدی دیو در آمد. علیکم السلام، ای لقمه حلال، گفت دیو. با پای خود آمدی، ای نصیبه امروزم. با پای خود آمدم برای گرفتن جان تو. اگر نگین پدری ملکه پادشاه را یافته ندهی با همین شمشیر پوست میکنمت. دیو شمشیر را دیده گفت. کاری دشوار را به من فرمودی، ای صاحب شمشیر پیرانی مددگار. ما زمین را به اندازه 70 قدی آدم کافته رست کرده بودیم که کسی یافته ما را باز غلام نکند. زودتر حرکت کن که وقتی من کم مانده است، فرمان داد دختر. دیو یک نعره زد. از چهار طرف از سر کوه و کوتل چی شد؟ گویان 40 دیو سیاه تازان آمد. پسرانم، گفت کمپیر، انگشترینی پدری ملکه پادشاه را کافته گیرید. 40 دیو با پنجه هایشان زمین را کافته انگشترین را یافته برآمدند. دیو کمپیر سیاه گرفته به دست دختر داده گفت. ما هم آزاد بودیم، باز غلام شدیم. تو باز چه فرمان دیگر داری؟ مرا به پیش ملکه پادشاه برید. دیو کمپیر سیاه دختر را برداشته در یک آن پیش ملکه پادشاه آورده ماند. دختر انگشترین را برآورده به ملکه داد. ملکه پادشاه توی کلانی داده، گشنه ها را سیر کرده، لوچ ها را پوشانیده، دختر آهنگر را به شوهری قبول کرد. اکنون به من مال و ملکت را نشان ده، گفت دختر. یک جای رفتند که از خانه صدای جواز برآمد. دختر فرآمده دید که پادشاه در گردنش یوغک زور زده گرد کنده جواز می گردد. هر بار که سستی کند جواز ران به پشت و یک قمچین می زند. اسب یافت نشد مگر که آدم را به جواز بسته اید، گفته دختر به ملکه پادشاه دو زد و فرمان داد که پادشاه را اسبان تعیین کنند.
بعد دختر ملکه پادشاه را به شهر خود گرفته رفتنی شد. 2 اسب تیار کردند. دختر به ملکه پادشاه گفت همان اسبان را همراه میگیریم. در راه به اسبهایمان نگاه و بین میکنند. پادشاه را همراه گرفته به راه برآمدند. به سر یک چشمه رسیده خوراک خوردند. بعد شوهر ملکه پادشاه را جیغ زده گفت ای اسبان، یک اسب همین ملکه پادشاه را به تو دادم. ای بالای شما پادشاه بچه را گیرم، گفت اسبان. حزن نکنید، زن و اسبتان به خودتان نصیب کند. دختر خنجر را برآورده گفت اگر گپی مرا نگیری خودی حاضر میکشمت. پادشاه خیر جانم قربانی شما شود، آرزوی من همین بود گویان قبول کرد. دختر با یک اسب سوار شده با راه دیگر پیشتر آمده به خانه‌اش درآمد. لباسهایش را عوض کرده به جای خود نشست. یک وقت خبر آمد که پادشاه ملکه پادشاه را آورده ایستاده است. وزیرها، یسوعها، سرکرده ها، دانشمندان و پیران خردمند پیشواز برآمده پایانداز پرتافته پادشاه را با عزت و اکرام به قصر گرفته در آمدند. پادشاه دختر آهنگر را جیغ زده گفت من ملکه پادشاه را گرفته آمدم، با چشم خود بین و خدمتش را کن. نیگویی میفرمایم، زده میکشندد. دختر رفته لباس مردانه به بر، تلپک قزاقی به سر، موزه بلغاری به پا پوشیده، کمربند طلا به میان بسته، شاف و قلیچ به کمر آویخته، قمچین به دست گرفته آمده گفت ای پادشاهی ابله، مگر همین دختری آهنگر نبود که تو را از جوازخانه آزاد کرده ملکه پادشاه را به دستی تو داد؟ ملکه پادشاه باشد این واقعه را دیده به سر پادشاه آمده گفت لعنت به این خیل پادشاه، لعنت به این خیل پادشاه، به این خیل آدم که قدر این خیل زن را ندانسته از پی زن دیگر رود. همین خیل دختری آهنگر به مراد و مقصدش رسید. شما هم اصلکانی بیبی، نبیره های عزیزی بیبی به مراد و مقصدتان رسید. با شما بودم بیبی افسانه‌گویتان براحت بانو. شب بخیر. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتون شیرین برای